خلاصه‌ای از تاریخ، آمریکا پر از رویدادها و تحولات مهم است. در ادامه به برخی از مراحل کلیدی تاریخ این کشور می‌پردازم. 1. دوران بومیان آمریکا. دلار پیش از ورود اروپاییان، قبایل بومی مختلف در سراسر قاره آمریکا زندگی می‌کردند. این قبایل شامل فرهنگ‌ها و تمدن‌های متنوعی بودند که برخی از آنها دارای ساختارهای اجتماعی و معماری پیچیده‌ای بودند. 2. کشف و استعمار اروپا. در سال 1492 کریستوف کلمب به قاره آمریکا رسید. در پی این رویداد، قدرت‌های اروپایی مانند اسپانیا، فرانسه و انگلستان شروع به استعمار مناطق مختلف آمریکای شمالی کردند. 3. تأسیس مستعمرات انگلیسی. اولین مستعمره دائمی انگلیسی‌ها در جیمزتاون، ویرجینیا در سال 1607 تأسیس شد. در طول قرن 17 و 18 مستعمرات انگلیسی در امتداد ساحل شرقی آمریکا گسترش یافتند. 4. جنگ استقلال آمریکا. بین سالهای 1775 و 1783 13 مستعمره انگلیسی در جنگی علیه بریتانیا شرکت کردند و استقلال خود را به دست آوردند. در سال 1776 اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا توسط توماس جفرسون نوشته شد و امضا گردید. 5. تشکیل حکومت و قانون اساسی. در سال 1787 قانون اساسی ایالات متحده تدوین و در سال 1789 اجرایی شد. این قانون اساسی هنوز هم پایه اصلی نظام حکومتی آمریکا است. 6. گسترش سرزمینی. آمریکا در قرن 19 از طریق خرید زمین‌ها مانند خرید لوئیزیانا از فرانسه در سال 1803 و جنگ‌ها مانند جنگ مکزیک آمریکا در از 1846 تا 1848 گسترش یافت. 7. جنگ داخلی آمریکا. از سال 1861 تا 1865 جنگ داخلی میان ایالات شمالی اتحادیه و ایالات جنوبی کنفدراسیون به دلیل مسائل مربوط به بردهداری و حقوق ایالات رخ داد. پیروزی اتحادیه منجر به پایان بردهداری شد. 8. دوره بازسازی و عصر ترقی. پس از جنگ داخلی، دوره بازسازی آغاز شد که هدف آن بازسازی جنوب و تامین حقوق مدنی برای بردگان آزاد شده بود. سپس در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 آمریکا وارد دورهایی از صنعتی‌سازی سریع و توسعه اقتصادی شد. 9. جنگ‌های جهانی و دوران مدرن. آمریکا در هر دو جنگ جهانی اول و دوم شرکت کرد و پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک ابرقدرت جهانی شناخته شد. دوره پس از جنگ شامل دوران جنگ سرد با شوروی بود که تا فروپاشی شوروی در 1991 ادامه داشت. آمریکا در هر دو جنگ جهانی اول و دوم شرکت کرد و پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک ابرقدرت جهانی شناخته شد. دوره پس از جنگ شامل دوران جنگ سرد با شوروی بود که تا فروپاشی شوروی در 1991 ادامه داشت.